خب دوستان، تو این قسمت از آموزش میخوایم این هدر جذاب وودمارت رو با هم دیگه طراحی کنیم. لینک این دموی وودمارت هم اینه، فقط حواستون باشه اگه میخواید از روی دمو در واقع طراحی کنید مثل من، این لینک رو باز کنید که این دموی وودمارت براتون باز شه که هدر رو طبق این در واقع طراحی کنید با من. خب میام پیشخوانم رو باز میکنم، از قسمت قالب ها روی افزودن جدید کلیک میکنم. از اینجا نوع قالب رو هدر یا سربرگ انتخاب میکنم. برای درج نامش مثلا میزنم وودمارت هدر. خب و ایجاد قالب رو میزنم. خب اینجا پیشنهادات رو میبندم و از اینجا باید کانتینر هایی که نیاز دارم برای این هدر رو ایجاد کنم. خب خیلیاتون اینجا مشکل دارین، یعنی نمیدونین که چه تعداد کانتینر باید ایجاد کنید. ببین دوستان، وقتی دارین از روی یک طرحی در واقع کپی برداری میکنید و دارید شبیه اون طراحی میکنید، بیاید ساختارش رو اول بررسی کنید و طبق اون ساختار کانتینر هاتون رو ایجاد کنید. چطور ساختار رو بررسی میکنن؟ با اینسپکت گیری. کافیه که کنترل شیفت سی کیبوردتون رو بزنید، محیط اینسپکت براتون باز شه. اینجا من ارزش رو 1200 گذاشتم که حالت دسکتاپ برام باز شه. خب میایم تک تک بررسی میکنیم. موسم رو میارم اول بالا، ببینیم چند تا کانتینر داره. یک کانتینر سمت راست و یک کانتینر سمت چپ. پس من بالا نیاز دارم به یک کانتینر دوتایی. میام پایین، چی داریم؟ یک کانتینر سمت راست، یک کانتینر وسط که عکسمه، یک کانتینر سمت چپ. پس وسطیه شد 3 تا کانتینر. خب میام پایین تر، یک کانتینر سمت راست، وسط چیزی نداره، و یک کانتینر سمت چپ. پس به ترتیب بالا 2 تا، پایین 3 تا و زیرش دوباره یک کانتینر دوتایی. به این صورت ما باید ایجادش کنیم و حتی کدهایی هم که میخوایم حالا نیاز داریم کپی کنیم رو با همین اینسپکت گیری پیدا میکنیم. مثلا من اینجا هاور کردم، کد بیفورش در واقع داره انتخاب میشه، یعنی اینکه این یک کد CSS هم داره و من باید از طریق این ناحیه رو ایجاد کنم که اینو جلوتر با هم دیگه کار میکنیم. فعلا بریم کانتینرها رو ایجاد کنیم. از قسمت در واقع ویرایشگرمون روی به علاوه میزنم. بالا چند تا بود؟ 2 تا بود. 2 تا رو ایجاد میکنم، دوباره به علاوه میزنم، فلکس رو انتخاب میکنم. وسط چند تا بود؟ 3 تایی بود. میام کانتینر 3 تایی رو انتخاب میکنم، دوباره به علاوه رو میزنم. پایین چند تا بود؟ 2 تایی بود. 2 تایی رو انتخاب میکنم. یه نکته هم بگم، از قسمت تنظیمات تگ HTML رو حتما بذارید روی هدر که ساختار هدرتون در واقع توسط کراولرهای گوگل شناخته بشه. خب این از این. بالا چی داره؟ یه دونه آیکون شبکه‌های اجتماعی داره و بالاش هم حالا دوباره یک منو. میتونید از منو استفاده کنید، میتونید از المان لیست آیکون استفاده کنید که به این صورت در بیاد. حالا جلوتر ما انجام میدیم دیگه. میام اینجا المان شبکه‌های اجتماعی بود فکر میکنم، بذارید سرچ کنم. اجتماعی، آیکون های اجتماعی اینجا میکشم. خب رنگ و ایناشو تغییر نمیدم. اگه خودتون میخواید تغییر بدید، حالا آیکون یا لینکشو خودتون عوضش کنید. از قسمت استایل رنگشو میذارم روی سفارشی و بهشون یک رنگی میدم، حالا مثلا آبی کم رنگ و این هم آبی پررنگ و اندازش هم حالا کوچیک میکنم، مثلا انقدر. خب و دیگه چی؟ نوع حاشیه‌اش هم میذارم روی 50 که گرد بشه، به این صورت در بیاد. و حالا شما اگه میخواین کلا میتونین این رنگ بک‌گراند ندین بشه، یعنی اینو بذارین روی ترانسپرنت که مثل این بشه. ولی خب من اینجا میذارم بدم به این صورت. خب و دیگه چی؟ ببینید اینجا این ساختارش اومده سمت راست این کانتینر. پس من میام این رو در واقع دستکاری نمی کنم، میام همین کانتینر رو انتخاب میکنم. اینجا از قسمت چینش موارد آغاز رو میزنم، از قسمت تراز کردن محتوا وسط رو میزنم. یک نکته دیگه هم بگم، ببینید میتونید پدینگش رو حذف کنید، میتونید در واقع پدینگش رو بذارید باشه، چون به صورت پیش‌فرض این کانتینری که در واقع ایجاد کردید طرح پیشرفتش فاصله داخلی داره. این رو میتونید صفر کنید، میتونید همون حالتی که هست بذارید باشه. حالا من میذارم باشه، فقط این در واقع کانتینر اصلی و فاصلهش رو صفر میکنم. خب به این صورت در بیاد. این از این. دیگه چی میخوایم؟ خب این راستیش تکمیل شد، باید بریم سمت چپی اینو ایجاد کنیم. این رو من با لیست آیکون انجام میدم. المان لیست آیکون
میام اینجا میکشم، این رو میذارم در متن، میام به ترتیب مثلا آیکون هاشو حذف میکنم. حالا دیگه اسم نمیذارم، خودتون اسم بذارید، مثلا اسم فروشگاه بلاگ برندها بذارید بذارم. این رو در واقع تکمیلش کنیم، فروشگاه. بعد قسمت پیوندش هم شما دیگه برچسب‌های پویا رو میتونید بزنید یا اینکه خودتون دستی وارد کنید. من حالا برچسب‌های پویا رو میزنم، نوع محتوا رو انتخاب میکنم و رفت پایین و از اینجا فروشگاه رو انتخاب میکنم. فروشگاه، خب اینجا انتخابش میکنم. بقیه هم به همین صورت، اونا رو دیگه دستکاری نمی کنم که وقت ویدیو گرفته نشه. همین ها رو کپی میکنم به این صورت نمایش داده بشه. وارد تب استایل میشم، چیدمانش رو همینی که هست میذارم باشه، جدا در واقع دستکاریش نمی کنم. جدا کننده رو میزنم روشن که بینش یک فاصله ایجاد شه. این رو شما ارتفاعش رو میتونید کم و زیاد کنید که به این صورت نمایش داده بشه. استایلش هم که همین یک پارچه میذاریم باشه، در واقع دستکاریش نمی‌کنیم. میتونیم فاصله بینابینیشون رو بیشتر کنیم از قسمت لیست که یه مقدار فاصلهشون بیشتر شه. البته اینجا اینا اومده سمت چپ، منم اینجا میتونم چپ رو انتخاب کنم که این بیاد سمت چپ. قسمت متن رو باز میکنم، یک رنگی بهش بدیم، مثلا رنگ اینا میذارم آبی و کانتینرش رو انتخاب میکنم. حالا اینجا این به من اجازه نمیده، مجبورم از ناوبر این کار رو انجام بدم. این رو انتخاب کنم، بیام ترازش رو بذارم وسط و چینش مواردش رو بذارم روی پایان که در واقع این ور قرار بگیره. پس تا اینجاش اوکی شد. خب تا اینجاش اوکی شد. فقط این ناحیه حالا یک بک‌گراندی داره، میتونید بک‌گراند بدید، میتونید ندید، این با خودتونه. من نمیدم، میذارم همین بک‌گراند فعلیش باشه. خب میام پایینتر، کانتینر پایینیش. خب این یک نکته‌ای داره، این ببینید سمت در واقع کانتینری که اینجا هست، گوشه های راست و گوشه های چپش نرمه و خود کانتینر هم که حالا سفیده. پس این رو شما باید انجام بدید به این صورت، یعنی بیاید در واقع این رو رنگش رو عوض کنید. اینجا بذارید روی سفید و حاشیه های سمت راست مثلا بذاریم روی 50 و سمت بالاش رو بذاریم روی 50. البته این بالا مال این وره، باید پایین رو انتخاب کنم 50 که به این صورت گرد بشه. خب همین کار رو برای این یکی کانتینر هم انجام میدیم، یعنی از تب استایل، نوع پس زمینه سفید و حاشیه سمت چپ و بالا رو میذاریم روی 50. وسط هم به همین صورت از تب استایل، نوع پس زمینش رو میذاریم روی سفید، ولی دیگه گوشه هاشو دستکاری نمی کنیم. مورد بعدی که هست، ببینید عرض این ناحیه سمت راست و چپ زیاده، وسطی کوچیکه. اینجا برعکس، سمت چپ و راستش در واقع کوچیکه، این دوتا کوچیکه، این وسطی بزرگه. این رو شما باید عرضش رو تعیین کنید از قسمت طرحبندی. جمع این سه تا باید بشه 100%. پس من این رو میذارم روی 40، این رو هم از قسمت طرحبندی میذارم روی 40. خب این دوتا شد 40 40 80. این یکی میتونه بشه 20 طرحبندی، اینجا میذارم 20. خب که به این صورت در بیاد. حالا میبندمش تا اینجا که مشکلی نبود. المان ها رو داخلش میکشم. چه المان هایی؟ اینجا ورود ثبت نام رو داریم و یه دونه حالا متن در واقع آیکون جعبه است. ورود ثبت نام رو من اینجا درج میکنم. ورود ثبت نام رو میتونیم از این دکمه استفاده کنیم، المان دکمه. میتونیم از خود آیکون جعبه هم استفاده کنیم. حالا من آیکون جعبه رو در واقع قرار میدم از قسمت آیکون ها، المان آیکون جعبه رو پیدا کنم. خب اینجا سرچش میکنم آیکون. خب آیکون جعبه، این رو میکشم داخل این باکسه. خب توضیحاتش رو پاک میکنم، تگ HTMLش رو میذارم روی اسپن و از قسمت استایل محل قرارگیریش رو میکنم راست، چیدمان عمودیش رو میکنم وسط و چینش مواردش رو میذارم روی راست. از قسمت محتوا کتابخانه آیکون میام کتابخانه خودم یوزر رو سرچ میکنم که آیکون یوزر رو انتخاب کنم. خب این از این.
خب قسمت در واقع عنوانش یه دونه عنوان داره، ورود ثبت نام. این رو به این صورت خالی اینجا ننویسید. بیایید برچسب‌های پویا رو بزنید. قسمت چی بود؟ اطلاعات کاربر. اینجا اطلاعات کاربر، تیک این رو در واقع آچار رو بزنید. فیلدی که میخواید انتخاب کنید رو بیایید بذارید روی مثلا نام کاربری. میخوام زمانی که کاربر وارد شده بهش بگید آقا سلام، خوش اومدی و این دو چیزا. نام کاربریش رو میزنم، پیشرفته رو میزنم، قبلش مینویسم خوش آمدید یا حالا سلام. خوش آمدید بنویسم، فکر کنم جذاب‌تر. خوش آمدید فاصله، و بعدش دوباره یه فاصله میزنم مینویسم عزیز. خب عزیز. اینجا هم یه دونه علامت تعجب. خب بذاریم ببینید به چه صورت در اومد. نوشته خوش آمدید نیاس عزیز. خب این رو برامون نوشته. حالا قسمت جایگزین چیه؟ قسمت جایگزین برای افرادی که هنوز وارد نشدن، یعنی کسی که وارد نشده چی بهش نمایش بده. اینجا می‌نویسیم ورود ثبت نام، یعنی کاربری که هنوز وارد اکانتش نشده کلمه ورود ثبت نام رو بتونه ببینه. ثبت نام. خب این از این. و دیگه چی؟ وارد تب استایل میشیم، بهش استایل میدیم. مجددا آیکون رو انتخاب میکنم، فاصله گذارش یه مقدار کمتر میکنم، میذارم مثلا روی 0. اندازش رو میام کوچیک میکنم به این صورت. حالا اینجا استایل خاصی که نداره، فقط وسط چینه. محتوا هم دستکاری نمیکنم، میذارم همین باشه، فقط همینا اوکیه. خود کانتینر رو هم وسط چین میکنم، ترازش رو تراز کردن وسط، و چینش موارد آغاز. خب که به این صورت باشه. خوش آمدید نیاس عزیز. بغلش چیه؟ یه دونه آیکون جعبه است که در واقع آیکون موتور داره، ارسال در روز. این رو از همینجا کپی میکنم، سیو ایمیج. خب این رو که دانلود کردم میام اینجا یک تصویر جعبه میکشم، تصویر جعبه، کادر تصویر. این رو میکشم زیرش. این میخوام بیاد کنار این وایسه. میام از قسمت در واقع کانتینر. خب اینجا از قسمت جهتیابی جهتش رو میذارم افقی. افقی که گذاشتم این چیدمانش در واقع عوض میشه. این رو مجددا باید تنظیم کنید. بیاید آغاز رو بزنید و چینش مواردش رو بیاید وسط بزنید. خب این رو من مجددا انتخاب میکنم. اول تگ HTMLش رو میذارم اسپن، توضیحاتش رو پاک میکنم و از تب استایل چینش موقعیت تصویر رو در واقع میارم میذارم راست که تصویر بیاد راست. چیده میشه خود متن هم میذارم سمت راست به این صورت. این دوتا به هم خوردن، یعنی این الان تمام عرض شده، این یکی مثلا کوچیک شده، چیدمانشون به هم ریخته. حالا من این رو از تب محتوا بهش تصویرش رو آپلود میکنم. میام این رو آپلود میکنم، براش گزینش رو میزنم. از قسمت عنوانی که اینجا گذاشته ارسال روز رو کپی میکنم، میام اینجا عنوانش رو پیست میکنم به این صورت. از تب استایلم مجددا باز میکنم تصویر و اینجا یه مقدار تنظیمش میکنم. عرضش رو مثلا بیشتر میکنم که این موتور در واقع مشخص شه. تا اینجا اوکیه. خب یعنی عرض و چیدمانش اوکیه، اما میتونید از هر پیشرفته عرض هر کدوم رو بذارید در متن، یعنی این رو هم بذارید در متن که دقیقاً عرضشون متناسب با در واقع المان ها و ویژت های داخلش باشه، یعنی متناسب با تصویر و حالا متنی که داخلش درج شده باشه. خب این رو میبندم اینجا به این صورت برام نمایش. این تصویر رو یه مقدار بزرگترش میکنم که یه مقدار نما داشته باشه. از اینجا درصدش رو مثلا میذارم روی 100%، بذاریم کمترش کنم 80%. اصلا محتوا این رزولوشنش کامله. این رو میتونید 150 بذارید که در واقع ساختار HTMLش صحیح باشه. خب به این صورت تا اینجا اوکی شد. این یه مقدار تصویرش افتاده بالا. این رو شما میتونید از اینجا تنظیم کنید. از تب استایل چینش نگاه کنید روی بالا، این رو میتونید بیارید وسط بذارید که یه مقدار تنظیم بشه. حالا باز نمیشه، باید با کد CSS انجام بدید. الان من اینجا اینسپکت بگیرم، اینسپکت، ببینید کلاس فیگر و تگ IMGش اومده در واقع اینجا قرار گرفته. اگه من این رو دیسپلی فلکس بدم، دیسپلی فلکس بدم و الان به صورت خودکار تنظیم میشه، یعنی فلکس دادم تنظیم شده. پس من این رو میتونم کپی کنم و بیام بهش دیسپلی فلکس بدم. نگاه کنید الان وسط چین شده. خب این رو تا اینجا انتشارش رو میزنم، سیو اند کلوز رو میزنم. اد کاندیشن رو نزدم به خاطر اینکه نمیخوام روی هدر خودم نمایش داده بشه. این رو تا اینجا مشاهده برگر رو میزنم،
ببین اینجا باز فاصله افتاده. سفارش سازی رو مجددا میزنم. میخوام چیکار کنم؟ میخوام اون کد CSSی که در واقع الان کپی کردم رو اینجا براش درج کنم. CSS اضافی بذارید همین بالا بنویسم چون میخوام توی کل سایت هم در واقع درج بشه. ستاره اسلش میام زیرش نقطه میزنم، اون کلاس رو درج میکنم و براش دیسپلی فلکس رو می نویسم به این صورت. ایمپورتنت هم میذارم. خب الان اومد وسط. انتشار رو میزنم تا اینجا، این رو سیمیکالون نذاشتم، میذارم سیمیکالونش رو، انتشار رو مجددا میزنم. خب پس تا اینجا اوکی شد. الان میتونم همین حالتی که من به روز رسانی کردم یه بار دیگه رفرش کنم که این تغییرات CSSش اعمال بشه. این رو هم من دیگه لازم ندارم. CSS سفارشی رو میبندم. خب این از این تا اینجا این وسط چین شد. خب این وسط من چی میخوام؟ این وسط آیکونم رو دارم، لوگوم رو در واقع دارم، لوگوی سایت رو اینجا میکشم که لوگوم رو نمایش بده. لوگوم رو از تب استایل میتونم سایزش رو کوچیک بزرگ کنم که اینو حالا ما دوباره تنظیمش میکنیم. کانتینرش رو انتخاب میکنم. از قسمت جهتیابی جهتش رو میذارم همین باشه، ترازش رو میذارم وسط، چینش موارد هم میذارم روی وسط که این وسط قرار بگیره. اینجا دیگه چی دارم؟ المان های سرچ رو دارم، این دوتا رو که در واقع من توی قالبم ندارم، و المان سبد خرید. پس میام اینجا این دوتا رو اضافه میکنم. حالا المان های دیگه خواستید میتونید اضافه کنید، مشکلی نداره. منوی سبد خرید رو اینجا اضافه میکنم که به این صورت نمایش میده. میتونم بذارم همین باشه، میتونم جنبه کلش رو بردارم، حالا من برمیدارم. خب از تب استایل عرض حاشیه‌اش هم کلا برمیدارم، نمیخوام باشه. و اصلا محتوا هم سبد خرید چی گذاشتم؟ آیکون متوسط، اینو میذارم دلخواه. خودم یه دونه انتخاب میکنم. حالا از اینجا نه، از قسمت کتابخانه نیاز اینجا کارت رو سرچ میکنم ببینم چیزی برام میاره. بله این رو برام آورده که همین رو انتخاب میکنم. اینجا از تب استایل مجددا باز میکنم و آیکون رو سایزش رو یه مقدار بزرگتر میکنم به این صورت و ویراژ کانتینر رو میزنم، این رو وسط چین میکنم، چینشش رو میذارم روی پایان. البته این رو باید افقی کنم، اول ردیفش رو افقی کنم چون میخوام کنار این باز چیزی قرار بدم. مجددا این رو باید تنظیم کنم، چینشش رو پایان و ترازش رو وسط. و از قسمت المان بعدیم رو انتخاب میکنم. اینجا آیکون سرچ رو دارم، میتونم از فرم جستجو استفاده کنم و پوستش رو بذارم روی تمام صفحه که به این صورت برام نمایش داده بشه. از تب استایل هم میتونم این رو تنظیمش کنم، از قسمت تغییر وضعیت یا تاگل رنگش رو مثلا بذارم روی کم رنگ، مثلا این رنگ پس زمینش هم بذارم روی سفید، خب مشخص نشه. به این صورت در میاد. حالا یه مقدار ترازی است به خاطر اینکه این باز هم کد CSS میخواد این سبد خرید. من اگه روش کلیک کنم اینجا سبد خریدم در واقع یک آیکون داره و این به این صورت پدینگ داره. خب اینجا پدینگ داره. این رو من اگه پدینگش رو صفر کنم چیدمانش در واقع بهتر میشه و خود آیکون هم بذاریم ببینم وسط افتاده. نه، خود آیکون رو از اینجا باید وسط کنم، یعنی اینجا بهش دیسپلی فلکس بدم و جاستیفای کانتنت سنتر الاین آیتمز سنتر. اینا رو تا اینجا کپی میکنم. برای کدوم کلاس بود؟ برای این کلاس بود. خب و اینجا دیگه این رو من برای همین توی تب پیشرفتش می نویسم دیگه، نمیرم مثلا توی CSS سفارشی بنویسم چون میخوام همینجا باشه. البته درستش اینه که توی CSS سفارشی بنویسید، ولی خب من نمیخوام وقت گرفته شه، همینجا این رو می نویسم. به روز ثانیه میزنم، البته اینجا یه دونش اضافیه. به روز ثانیه میزنم، از کاندیشن نمیزنم، نمیخوام توی درم قرار بگیره. خب تا اینجا اوکیه. من رفرش رو مجددا میزنم که صفحه‌ام لود بشه. خب تا اینجا اوکی شد. این پدینگش هم چون دیگه کدش رو ننوشتم این دوباره فاصله افتاد بینش، عیب نداره، میذارم همینجور باشه. فقط این
در واقع کانتینر رو انتخاب میکنم، شکافش رو میتونم بذارم روی 5 که این فاصلهش کمتر شه به این صورت. خب تا اینجا اوکیه. حالا خودتون میتونید استایلاشو مجددا تغییر بدین، حالا هر استایلی که دوست داشتید رو خودتون روش پیاده سازی کنید. پس این از این. دیگه چی میخوام؟ این ایجاد شده. قبل از اینکه این ناحیه رو ایجاد کنیم باید این رو ایجاد کنیم که ما بتونیم استایلش رو ببینیم. پس من این رو هم ایجاد میکنم، میام اینجا در واقع این کانتینر دیگه میام در واقع این رو، این نگاه کنید رنگش سبز، پس این از تب استایل باید رنگش عوض شه. حالا من میذارم آبی و حاشیه این قسمتش رو باید نرم کنیم. این قسمت میشه چی؟ اتصالش رو قطع میکنم، میام اینجا، میام پایین رو 50 مثلا بهش میدم که به این صورت گوشش نرم شه، این گوشش نرم بشه. همین کار رو برای سمت چپی هم انجام میدم. میام از تب استایل، نوع پس زمینه آبی و حاشیه این بار حاشیه پایین سمت در واقع چپه، این رو از اینجا بذاریم ببینم درست تنظیم میکنم. خب نکته که میمونه اینه که کل این ناحیه هم یه مقدار نگاه کنید ارزش کمتره، یعنی این رو، این دوتایی که اینجا درج کردید رو باید یک جوری درج کنید که ارزش کمتر بشه. میتونید از اینجا که 50% گذاشتید این رو هر کدوم بذارید روی در واقع 45%، 45 این رو هم عصب تربندی بذارید 45 و از کانتینر والدش مرجعش چینش مواردش رو ترس کردن محتواشو بذارید وسط و چینش مواردش هم حالا بذارید روی وسط که وسط قرار بگیره. بالا پایینش یک فاصله هست به خاطر پدینگ هایی که خود کانتینرها دارن. میتونید روی کانتینر مرجعش کلیک کنید، از ته پیشرفته فاصله داخلیشو صفر کنید. اون بالایش هم به همین صورت میتونید روش کلیک کنید، از ته پیشرفتش فاصله داخلیشو صفر کنید که به این صورت بچسبه. خب این ناحیه برام ایجاد شد، این ناحیه سبز رنگی که حالا من آبی گذاشتم و باید داخلش منو بزنیم. چه منوی؟ منوی در واقع اصلیمون رو از اینجا، فهرست کجاست؟ منوی وردپرس، این رو اینجا قرار بدید و فاصله شون یه مقدار کمتر میکنم از تب استایل، فاصله داخلی و افقیشون رو کم میکنم به این صورت. رنگ متنش رو میذارم همون سفید باشه. حالا فاصله شون رو باز باید تنظیم کنیم چون این دایره که بیاد این وسط یه مقدار به هم ریخته میشه و فاصله شون باید کمتر بشه. حالا من یه مقدار کمترش میکنم همینجا، فکر نمیکنم حالا تداخل ایجاد کنه. خب ببین دوستان، این کانتینر آبی که اومده وسط به خاطر اینه که من از قسمت والدش، کانتینر والدش، چینش موارد رو گذاشتم وسط. این رو اگه بردارم همه چی اوکی میشه، یعنی دیگه لازم نیست. خب در واقع تراز میشه خودش و میذارم همین باشه. دستکاریش نمیکنم. اگه چیدمانش به هم خورد در واقع این وسط رو انتخاب میکنم. یه دونه فهرست هم برای سمت چپ میخوام، اینجا به این صورت. همین فهرست رو میام اینجا پیست میکنم، همین فهرستی که ایجاد کردم رو اینجا پیست میکنم. همین کانتینرش رو انتخاب میکنم، از قسمت تربندی چینش مواردش رو میذارم روی پایان که این بیاد این ور قرار بگیره. و یک نکته اینجا در واقع دسته‌بندی ها رو شما میبینید، زنانه، مردانه، بچگانه و اینکه حالا مگا منو ایناست. میتونید از فهرست مگا منو هم استفاده کنید. این المان فهرست میتونید به جای اون از این استفاده کنید، به این صورت فرقی نمیکنه. خب از هر کدوم دوست داشتید میتونید استفاده کنید. فقط اگه دارید از فهرست استفاده میکنید دسته‌بندی ها رو باید توی در واقع پیشخوان وردپرس ایجاد کنید. بذارید این هم در واقع بهتون بگم. اینجا پیشخوان، قسمت نمایش، قسمت فهرست ها و از اینجا روی ایجاد فهرست میزنید و دسته‌بندی های ووکامرس رو انتخاب میکنید. اگه دسته‌بندی ووکامرس رو ندارید میتونید از قسمت تنظیمات صفحه از اینجا دسته‌های محصولات رو تیکش رو بزنید که اینجا براتون اضافه شه و دسته‌های محصولاتتون رو در واقع اضافه کنید. حالا من تیکش رو برمیدارم میذارم پنهان باشه. خب این رو بعد انجام بدید. ذخیره فهرست رو بزنید اینجا، میتونید فهرست دسته‌بندی های محصولات رو از اینجا انتخاب کنید. خب این از این رو ببندم ببینم چینش مواردش اوکیه، چیز خاصی نداره، فقط یه مقدار ارتفاع این بزرگتره به خاطر اینکه این هم پدینگ داره، یعنی هر کانتینری که اینجا درج کردیم پدینگ داره. این رو اگه صفر کنیم پدینگش کمتر میشه، ولی خب سمت راستش نگاه کنید، سمت راستش میچسبه
پس فقط به سمت راست و چپش در واقع پدینگ بدید. بیایید ته پیشرفته اتصالش رو قطع کنید، به راستش مثلا بدید 15. اینجا هم به همین صورت ته پیشرفته 0 اتصالش رو قطع و به چپش مثلا بدیم 15. به این صورت در بیاد. خب ارتفاعش کوچیک‌تر میشه. مثل این میشه. حالا بریم سراغ این ناحیه اصلی. ببینید من اینجا کنترل شیفت سی رو یه بار دیگه میگیرم، محیط اینسپکت برام باز شه. ببینیم این بخش چی داره. میام روش هاور میکنم. خب اینجا یه دونه بیفور داره. بیفورش مال کدومه؟ مال این وسطی است. پس من باید برای کانتینر وسطم یک همچین کدی رو درج کنم. کدش کجاست؟ کدش اینجاست. خب این بیفوری که اینجاست دقیقا همین ناحیه سفید رنگه. ولی خب دوستان نکته‌ای که هست، این SVG رو من توی هاستم آپلود کردم ولی خب چیدمانش به هم ریخت یه مقدار. پس من SVG که در واقع اینجا استفاده میکنم رو باید تبدیلش کنم به PNG و به صورت PNG استفاده کنم. حالا این رو بهتون میگم. روش کلیک میکنم روی این SVG. خب اینجا SVG اکسپورت که قبلا معرفیشون کرده بودم انتخاب میکنم، روش کلیک میکنم، از قسمت PNG دانلود رو میزنم که با فرمت PNG برام دانلود بشه. میام اینجا. خب پس این رو میبندم، این موارد رو میبندم، مجددا میام اینجا کدهای CSS رو کپی میکنم، میام اینجا کدهای CSS رو کامل از قسمت بیفورش کپی میکنم. میام اینجا مجددا برای کدوم بود؟ برای این وسطیه. پس میام روی وسطیه کلیک میکنم، از قسمت پیشرفته CSS سفارشی سلکتور رو می نویسم و کدم رو اینجا قرار میدم. میتونید به جای سلکتور واسه این کلاس بذارید و از کلاس استفاده کنید. خب موقعیتش هم باید تنظیم کنیم. من اول زد ایندکس بدم که از همه المان ها بیفته بالاتر. زد ایندکس 9 فکر میکنم. آره اوکیه. پوزیشن ایناش هم در واقع از آخر تنظیم میکنیم. اینجا تاپش رو باید ما عوض کنیم. یک نکته ای که بود اینه که ما عکس رو دانلود کردیم کجا باید قرارش بدیم. ببینید عکستون رو اول توی هاست آپلود کنید. مثلا اینجا من قبلا چند تا آپلود کردم، مثلا مجددا این رو اینجا میکشم و از قسمت نشانی پرونده نشانیش رو کپی میکنم، میام روی این کانتینر ته پیشرفته CSS سفارشی. اینجا به جای این SVG اکسپورتی که داره از سایت آی وردپرس فراخوانی میشه، میام لینک خودم رو میذارم. خب اینجا لینک خودم به این صورت. و نکته که میمونه دیگه چیه؟ این ناحیه وسطشه. خب این ناحیه وسطش رو ما باید تنظیم کنیم. یعنی این دایره‌ای که اینجا میبینید خاکستری رنگه، این هم یک کد دیگه است. میام پایینتر ببینم کدوم کده. اگه من کنترل شیفت سی رو مجددا بزنم، روش کلیک کنم، فکر کنم برام بیاد. بله اینجاست، بیفور. خب این کد هم ما لازم داریم. از اینجا کپیش میکنم تا اینجا. کپی. میام اینجا قرار میدم. میام توی هدرم برای لوگو نه، برای خود کانتینرش میام کانتینرش ته پیشرفته CSS سفارشی. اینجا کدم رو سلکتور میزنم و کدم رو کامل پیست میکنم به این صورت. زد ایندکس هم بهش میدم، زد ایندکس 999 که به این صورت نمایش داده بشه. خب دیگه چی؟ حالا باید موقعیتاشو تنظیم کنم. خود لوگوم هم رفته اون زیر. لوگوم رو انتخاب میکنم ته پیشرفتش، بهش زد ایندکس میدم. زد ایندکس 99999 یه عددی که بالاتر از اینا قرار بگیره. خب حالا موقعیت ها رو تک تک تنظیم میکنم. میام روی کانتینر وسط. ببین کانتینر رو من گفتم پدینگش یه مقدار زیاده. میتونید از ته پیشرفته این هم فاصله داخلیشو کمتر کنید. فقط به راستش باید 15 بدید. این هم به همین صورت. وسطیش رو 0 بذارم و خود سمت چپی هم 0. فقط به سمت چپش 15 رو میدم. خب حالا میام تنظیمش میکنم. کل کانتینر رو انتخاب میکنم. کانتینر وسط رو ته پیشرفته CSS سفارشی. اینجا همین جایی که این ناحیه سفید تنظیم میشه. میام از قسمت تاپش که منفی 4 این رو بیشتر میکنم. مثلا میذارم روی 90 کمه براش، 95 100 105 108 110
تقریبا اوکیه. فقط این بالاش رو هم یه مقدار افتاده بیرون که این رو باید شما به این کانتینر بالایی ارتفاع بدید، کمترین ارتفاع بدید بهش، بیاید مثلا روی این و اینجا هم من چینش مواردش رو میذارم روی پایین که اینا بیفتن پایین به این صورت. حالا این ناحیه در واقع خاکستری رنگ میمونه. این رو هم که داخل این کانتینر گذاشتم تا پیشرفت CSS سفارشی. از اینجا تنظیمش میکنم. یک باتن 59 داره، تاپ 59 داره که این رو باید کمترش کنم، 40 30 25 20 باز هم زیاده 10 فکر کنم خوبه. از چپ و راست هم میتونید در واقع بهش فاصله بدید. مثلا من از راست میدم، راستی که گذاشتم 0 رو میذارم روی منفی 50 پیکسل، 50 زیاده براش، میذارم روی 10 20 الان زیاده، 15 بذارم، 15 باز هم زیاده، 16 و 17 ببینم 18 فکر کنم خوبه. بله 18 خوبه. فقط این تاپ 10 که دادم باز هم براش در واقع زیاده. این رو میتونم بذارم روی 8 یا 5 ببینم، 5 فکر کنم خوب باشه، 5 تقریبا خوبه. حالا میبندمش ببینم چیدمانش به هم میخوره. چیدمانش یه مقدار به هم میخوره چپ و راست که میاد. خب ببینید دوستان، زمانی که من این صفحه رو اینجوری میبندم و حالا این حالت عادیش اوکی، خب زمانی که بسته میشه اینجا به این صورت نمایش داده میشه. بیایم جایگاه کدامون رو عوض کنیم. این سلکتور بیفوری که نوشتیم رو کامل کات میکنم، میارم کجا؟ میارم توی همین کانتینری که این سفیده رو من گذاشتم، یعنی کل این کانتینر. ته پیشرفت CSS سفارشی رو باز میکنم. اینجا میام خط بعدش پیستش میکنم، به جای بیفور افتر میذارم چون این دیگه بیفور هست، بیفورش اینجا هست همون آیه سفیده. افتر رو میذارم که به این صورت نمایش داده بشه و این رایت که نوشتم منفی 18 پیکسل رو این رو برمی‌دارم میذارمش 0. خب حالا میبندمش. الان اوکیه، یعنی با کوچیک بزرگ شدن اتفاقی نمیفته. فقط تاپش رو یه مقدار حالا میتونید تنظیم کنین. تاپ 9 که گذاشتیم رو میتونیم بذاریم روی 5 یا این رو هم بذارم 0 ببینم چی میشه. خب 0 یه مقدار براش کمه، 5 پیکسل رو مینویسم و اینجا قرارش میدم، میبندمش. خب تا اینجا اوکی، تا اینجا اوکی شده. این ارتفاع هم اگه میبینید زیاده باز میتونید از قسمت طرح‌بندی کمترین ارتفاعش رو کمتر کنید. حالا مثلا من میذارم این به این صورت نمایش داده میشه. خب تا اینجا پس ما هدرمون رو طراحی کردیم. نکته، تمام کدهایی که نوشتید رو بیایید با ادساین مدیا برای حالت دسکتاپ محدود کنید. بیاید اینجا ادساین مدیا رو بنویسید، ادساین مدیا only screen and و پرانتز باز بسته مکس with، البته مین وید باید بنویسم، مین with و 2 نقطه. خب اینجا چه عددی باید بنویسید؟ ببینید دوستان، کمترین عددی که در واقع برای دسکتاپ، حالا حالت تبلت رو من باز میکنم، این رو اینجوری کش میدم. خب آخرش چیه؟ 1024. پس حالت دسکتاپ از 1025 شروع میشه. این رو مینویسم 1025 پیکسل. خب به این صورت و اینجا یک براکت باز میکنم، میام انتهای کدام براکت رو میبندم. توی حالت موبایل، تبلت و موبایل، اون ناحیه پنهان میشه. خب اون ناحیه به صورت کامل پنهان میشه. میتونم حالا همینا رو که اینجا درج کردم رو تک تک پنهان کنم. مثلا این رو میام از اینجا ته پیشرفته قسمت واکنشگرا مخفی سازی در حالت تبلت و موبایل رو بزنم. این پایینیش هم به همین صورت از ته پیشرفته واکنشگرا مخفی سازی برای حالت تبلت و موبایل رو بزنم. این رو میتونم برای خودم تنظیم کنم که در واقع توی حالت موبایل دیگه نیازی نباشه مجددا المان ها رو درج کنم. یعنی از تب طرح‌بندی این ستونش که به همین صورت افقی هست نورپ رو میزنم و حالا چیزهایی که نمیخوام رو داخلش پنهان میکنم. مثلا این حساب کاربری رو من اینجا به این صورت نمیخوام، میام مثلا از تب
واکنشگرا مخفی سازیش رو در حالت تبلت و موبایل میزنم. ارسال روز هم به همین صورت نمیخوامش، مخفی سازی رو میزنم. این دوتا رو میذارم که باشه، ولی خب تربندیش رو میذارم رو حالت نورب که بیان کنار هم. به این صورت الان اینجا نمایش داده میشه. میتونم ارتفاع این رو کم کنم از تب استایل، مثلا بذارمش روی 50 پیکسل به این صورت. این خود ناحیه هم پدینگشون در واقع نیست که میتونم به این وسطیه فقط پدینگ بدم از اینجا مثلا 10. روی کلش تاثیر میذاره. خب روی کلش تاثیر گذاشته. گوشه‌هاش هم میتونم مثلا این حالت نرمی در بیارم تو حالت موبایل. البته دوستان توی حالت تبلت باید استایلا رو وارد کنید که توی حالت موبایل هم اجرا بشه. مثلا من به این پدینگ دادم تو حالت تبلت دیگه اجرا نشده. اگه من اینجا پدینگش رو 10 بدم بیام تو حالت موبایل این رو پاک کنم، خب به صورت پیش‌فرض 10 میشه، یعنی رو حالت تبلت اولویت داره. گوشای این رو از اینجا نرمیش رو برمیدارم حاشیه و صفرش کردم. این هم به همین صورت از تب استایل حاشیه‌اش رو صفر میکنم. خب این شد برای حالت موبایل. اینجا هم من دوباره یک چیزی میخوام برای حالت موبایل. چی میخوام؟ منو میخوام. منوم رو میام آیکون رو اینجا اضافه میکنم. از قسمت کتابخانه آیکون بار یا منو بذاریم سرچ کنم. بار، خب بار اینجا نیست. منو رو اینجا انتخاب میکنم. درج رو میزنم این آیکون مثلا برام درج بشه. از تب استایل هم بهش استایل میدم و کوچکترش میکنم، مثلا میذارم روی سی. خب حالا که ببندمش اینجا من منو میبینم. برای منو میتونین از منوهای موبایلی 2 لایه 1 لایه استفاده کنید یا اصلا منو رو برده منو استادیا رو بذارید. خب حالت موبایلش به این صورته. موبایلش این میشه، موبایل و تبلتش. خب میتونین حالا این خود پیاده سازی کنین اون در واقع حالتی که در واقع روش کلیک میشه و منو 1 لایه 2 لایه باز میشه. اون رو دیگه آموزش نمیدم چون قبلا توی بخش پیشرفته گذاشتم براتون. تقون انجام بدین و منو موبایلیتون رو ایجاد کنید. توی حالت موبایل هدرمون به این صورت، تو حالت دسکتاپ به این صورت. این رو هم من مجددا برای تب پیشرفته واکنشگرا مخفی سازی در حالت دسکتاپ رو میذارم که نمایش نده. خب این از هدر وودمارتمون. خب دوستان هدر که تا اینجا طراحی شد حالت چسبان نداره. توی سایت وودمارت، دموی وودمارت، زمانی که در واقع اسکرول میشه اینجا حالتش در واقع به این صورته که با اسکرول هم چسبان میشه هم یه مقدار تغییر میکنه. اینجا هم شما میتونید همچین کاری رو انجام بدید. بیایید این کانتینر رو انتخاب کنید. از تب پیشرفته قسمت موشن افکت چسبان رو بذارید بالا. خب الان به این صورت در میاد. خب و چسبان رو که بالا گذاشتید توی حالت موبایل هم داره به این صورت نمایش میده. خب اگه نمیخواید توی حالت تبلت و موبایل چسبان باشه میتونید از اینجا تیکش رو بردارید، ولی خب من میذارم باشه به این صورت. خب این پایینیش هم میخوام حالت چسبانش باشه، پس میام کانتینر پایینش هم انتخاب میکنم. تب پیشرفته قسمت موشن افکت چسبان رو در بالا رو انتخاب میکنم که الان به این صورت در میاد. میخوام بیاد زیر این، پس قسمت انحراف یا آفست رو میذارم روی 50. این رو باید خودتون دستی تنظیم کنید. من میارم پایین تر ببینم کجا براش مناسبه. خب این از این. زد ایندکسش هم میذارم روی 9 یا 8. بذارم روی 8 بهتر که به این صورت در بیاد. خب اوکی. الان فقط یک موردی میمونه، اینو بذاریم بروز رسانی کنم بریم نتیجه رو ببینیم. اینجا هم یک رفرش، بذارید رفرش کنم. خب اینجا الان چیدمانش اوکی. رفت یک صفحه دیگه. خب اینجا الان چیدمانش اوکیه. خب الان داره در واقع تو حالت دسکتاپ درست نمایش میده، تو حالت موبایل هم که اوکی بود. خب پس اینجا هیچی. اما توی حالت شما وودمارت میبینید زمانی که اسکرول میشه تغییر میکنه این ناحیه، مثلا بک‌گراندش از بین میره حالا یا این خود در واقع عکس کوچیک‌تر میشه. شما میتونید این کار رو انجام بدید. چطور؟ ببینید زمانی که این داره اسکرول میشه میاد پایین، توی کدهای جاوا اسکریپتش داره یک کلاس بهش اضافه میکنه. بذارید من اینسپکت بگیرم. یعنی زمانی که این هدر من داره
اسکرول میشه یک کلاسی بهش اضافه شده. چه کلاسی؟ المنتور استیکی اکتیو. این کلاس بهش اضافه شده زمانی که به صورت اسکرول اتفاق میفته. من میتونم از این کلاسی که کپی کردم استفاده کنم. میام اینجا کانتینر وسطم رو انتخاب میکنم، وارد پیشرفته میشم، میام اینجا CSS سفارشی، پایین ترین قسمتش از اون قسمت انتهاییش این المنتور اکتیوی استیکی اکتیو رو پیست میکنم. بعدش میتونم کلاسم رو بذارم و کدهامو بنویسم، ولی چون من اینجا کلاس ندارم یک کلاسم بهش بدم. نیاز هد رو براش مینویسم. خب کنترل C CSS سفارشی، اینجا قسمت سلکتور رو همش رو تبدیل میکنم به این کلاسه. خب این از این. میام اینجا میگم مثلا تو حالتی که داره اسکرول میشه، تو حالتی که اکتیوه، بیا این نیاز هد بیفورش رو اصلا دیسپلی نان کن. اینو براش مینویسم نیاز هد بیفور چی بشه؟ براکت باز و بسته دیسپلی نان بشه، اصلا نمایشش نده. خب الان اتفاق نمیفته به خاطر اینکه این باید بچسبه. اینجا من فاصله که گذاشتم رو حذف میکنم. حالا زمانی که اسکرول میشه این در واقع حذف میشه. البته این نیاز بیفورش مال این بود، افترش رو میخواستم حذف کنم، افترش رو اینجا مینویسم. خب به این صورت زمانی که اسکرول میشه این ناحیه بک‌گراند خاکستریه حذف میشه. این رو سیو میکنم، بریم تستش هم ببینیم. اینجا رفرش. خب اسکرول که میشه حذف میشه، میاد پایین در واقع حذف میشه، میاد بالا نمایش داده میشه. میتونیم همین رو برای این لوگو هم در نظر بگیریم. مثلا به این لوگو یک کلاس بدیم از صفحه پیشرفته. اینجا مثلا بگم نیاز لوگو. خب این رو کپی کنم، بیام دوباره توی همون کانتینر وسط پیشرفتش این بار براش بنویسم همین المنتور استیک اکتیو رو. خب بنویسم و بگم که در واقع لوگو کلاسش رو پیست کنم. چی بود؟ نیاز لوگو. خب اینجا نیاز لوگو رو براش نوشتم. میام خط بعد یک براکت بسته بنویسم خط بعد و مثلا میگم که ویدش برابر باشه با 50 پیکسل، یعنی زمانی که اسکرول میشه این ارزش کوچیک بشه. حالا من میام پایین، اتفاق نمیفته. این اکتیوی که اینجا نوشتم بعدش نیاز لوگو یک فاصله میذارم. خب الان اوکی میشه، یعنی زمانی که میاد پایین این ارزش کوچیک میشه. اما ارز که کوچیک میشه این ناحیه هم ارتفاعش در واقع باهاش کوچیک میشه. مجبورم به این کانتینر وسطیه ارتفاع بدم. بیام تربندی بهش یک ارتفاعی بدم، مثلا کمترینش رو در نظر میگیرم، بیشترین مثلا این میشه بیشترین دیگه از این ناحیه که در واقع میارم پایین تغییر نمیکنه، این میشه کمترین. حالا من بیام پایین در واقع این حالتش حفظ میشه. خب به این صورت بیام پایین، خب به این صورت اتفاق میفته. پس این شد از لوگومون که هنگام اسکرول تغییر هم میکنه. فقط یک نکته دوستان، میتونید در واقع هنگام اسکرول بهشون ترانزیشن هم بدید، البته نه برای وید. میتونید مثلا به جای وید بگید که ترانسفورم بشه از نوع اسکیل و مثلا بشه انقدر. خب حالا میتونید 8 هم براش بنویسید و میتونید بگید که این کوچیک و بزرگ شدنش در واقع ترانزیشن داشته. به چه صورت؟ بیاین نیاز لوگو رو خط بعدش دوباره کپی کنید و براکت باز و بسته بنویسید که ترانزیشن all 3 ثانیه از نوع لینیر. خب لینیر که در واقع نرم باشه ترانزیشنش. خب حالا وقتی کوچیک بزرگ میشه این به نرمی اتفاق میفته. ببینید دوستان، نرم، کوچیک و بزرگ میشه. خب به همین صورت شما میتونید استایل رو در واقع بهش اعمال کنید. توی حالت موبایل هم چکش کنیم، ببینید زمانی که میاد پایین خب توی موبایل زیاد اتفاق خاصی نمیفته. به همین صورت. خب پس این از این موارد. من به روز ثانی رو میزنم، بریم صفحه‌مون رو یه بار دیگه هم چک کنیم توی تمام حالت‌ها. اینجا یه مقدار به هم ریخته به خاطر اینکه المنتور یه لحظه باگ خورد. بذارین چکش کنیم. الان رفرش کردم، اسکرول میکنیم، همه چی اوکیه. تو حالت کوچیکش که در واقع تبلته میاد روی این حالت،
که اینجا هم در واقع اون اتفاق میفته، کوچیک بزرگ میشه اما به صورت چسبان میمونه. خب بیایم پایین تر و این از این به این صورت کامل در واقع هدر ما عملکرد مناسبی داره. فایل درونریز این هدر رو توی پنل کاربری براتون میذارم، میتونید از اونجا استفاده کنید و در واقع درونریزی رو انجام بدید. کدهاشم براتون به صورت جدا میذارم به اضافه اون فایل در واقع بک‌گراندش. بک‌گراند SVG هم SVGش رو میذارم، هم PNG که هر موقع حالا هر کدوم براتون درست عمل کرد همون رو بتونید آپلود کنید. و این از این. اگه سوالی داشتید در مورد این هدر، حالا هر جاش نحوه ساختش حالا مشکلی خوردید مثلا این رو درک کردید، میتونید از طریق پشتیبانی بپرسید، در خدمتتون هستم. انشالله که موفق باشید.